کرده بابا. دستت درد نکنه. میگم یه وقت دروغ نباشه. ها؟ نکنه گزارششون دروغ باشه. نه شاعر دروغ نمیگن. سنجاقک تالاب، سنجاقک تالاب. سنجاقک بگوشم. خبری نشد؟ خیر هنوز چیزی رویت نشد. موقعیتتون کجاست؟ از منطقه چارلی وارد منطقه دلتا شدیم. فقط به صیادا بگین حواسشون خیلی جمع باشه. اینا بعد از قاهله کردستان خیلی وقت خرابکاری نکردن. اگه مورد مشکوک یا تهدیدی مشاهده شد آتش به اختیاری. بله مفهوم. کجا رو؟ اون چیه؟ چی شده؟ مین ترکیده؟ اکبر؟ فرامین با من. کجا؟ چیز تو ساختم. هر بار سوار هلیکوپتر شدی دلم پر ریخ که این دوباره برمیگرده، دوباره میبینمش، دوباره میاد خونه. اولش گفتم کردستان آشوبه، با این گروهکا درگیر شدی، فکرت مشغوله، کاری به کارت نداشته باشم. فکر کردی نمیدونم؟ فکر کردی به گوشم نرسیده؟ این که گفته بودن 30,000 تومان بگی برو شمال راحت زندگی رو بکن، یا 100,000 تومان بگی بیا برای ما کار کن.
میدونی یعنی چی؟ یعنی اگه غیر از این باشه برای کشتن شوهر جایزه گذاشتن. میدونی چی کشیدم؟ اصلا گذاشتم بفهمی. خدا حاضرم سرمو بذارم رو سنگ بخوابم ولی زندگیم تو آرامش باشه. شهناز جون عادله که هیچ نفهمیدیم زبان بسته چجوری قطع کشید. 22 روزه این بچه ابوذر به دنیا اومده. دلم لک زد یه بار این بچه رو صفت تو بغلت بگیری. همش به خودم میگم این چرا با بچه هاش مشکل داره؟ نکنه اصلا زندگیشو دوست نداره؟ نکنه ما رو دوست نداره؟ چی میزنی شهناز؟ ول کن این حرفا رو. تو داری این حرفا رو میزنی؟ به خدا قسم اول آخر همه چیز من شمایید. تو فکر میکنی از بچه هم عزیزتر برای من چیزی هست؟ آره؟ و چرا باشون بازی نمی‌کنی؟ چرا قربون صدقه‌شون نمی‌ری؟ چرا بغلشون نمی‌کنی؟ هر وقت با پرنده تو آسمونم سالم برگشتنم رو زمین دیگه دست خودم نیست، دست خداست. درست و غلطشو نمیدونم ولی دوست دارم همین تمرکزمو بذارم رو کارم. به خاطر همین دوست ندارم هیچ دلبستگی رو زمین داشته باشم. من که نگم آی الان عادله داره چی کار میکنه. دلم برای ابوذر تنگ شد. شهناز کجاست؟ این بچه ها همه تن منن، همه جون منن. نباید به من وابسته شن. میدونی چرا؟ اگه هر دفعه با اونها هم پاره پرواز میکنن معلوم نیست دفعه آخرمه یا سالم میام رو زمین. میدونم سخته ولی دیگه خودت انتخاب کردی دیگه. باید تو این خونه هم براشون پدر باشی هم مادر. بابا خلبان بابا همون یه خلبان بستمونه. بزن یکی پاش رو زمین باشه. امروز با مامانت بردیمش همون. نمیدونی چه کلی بازی در بود. فکر کنم کف صابون رفته بود تو چشش. خوب کردی داد میزنی سرشون. قربونت برم خودم خلبانت میکنم. پسر بابازی بابو زاگ دست کنیه. حواسم هست مامان جان. قربونت برم من. پرواز کنه عادله. بوش بده بابا بوش بده قربونت. برو پیش آقا جون. بیرای موتورت بیمیرم. بیا تو کویزه. بابا بزرگی پرتقال دیدم زنگ بخوره. بیا پرتقال بیا. جمع کنید برید بیرون از خونه. جمع کن. کشی پسر. چی شده مگه؟ بایبا چی شده مگه؟ حاجی خاطر حمله شده. حمله چیه دیگه؟ کجا؟ نمیدونم. بلند شده بالای فرودگاه. جمع کنید نمونید تو بلوک. بیاید بیرون. اسکرم بله. لباس پوش به پایگاه آقا جان. بیای پایین دیگه میگم بیاید پایین واسه چی واسه؟ موجه مراقبت پایگاه هوایی پرنده‌های در حال برگشت از مناطق امن. وضعیت سفیده. لطفاً تا شرایط نوری مساعده وسیله‌های پروازی رو با رعایت ایمنی برسونید به رمپ‌های پروازی خودشون. تمام پرسنل پایگاه به گوش باشند برای اعلام مأموریت جدید. وضعیت کشور از ساعت 13:30 امروز جنگی شده. تکرار می‌کنم وضعیت کشور جنگی شده. چند تا صدای انفجار شنیدی؟ من یه 6 شنیدم. یه آژیر اضطراری زدن. ما سفره انداخته بودیم غذا بخوریم که صدا شنفتیم. دم بچه‌ها گرم. هر کی از هر جایی رسید یه پرنده برداشت رفت. وسیله رو زمین نموند. اشما برو ببین اکبر جلسه‌اش تموم شده یا نه. حشمت تو هم برو باش برو.
گفتم کودتا شده. من وقتی رسیدم پایگاه اون موقع بود که فهمیدم بمبارون فرودگاه عراق بوده. آقا همه داشتن داد می‌زدن پرواز اضطراری. آره. پرنده رو باید بریم منطقه. الانم وضعیت همچین نرمال نبود دیگه. آسمون پایگاه رو دیدید؟ قلب شوی بود. رم کردم خودم. کجا خریدی تو؟ هنگی که نفت. جناب سعدینو خیالتون راحت. انجامش میدم. چی شد اکبر؟ مهرآباد زدن که هیچ 9 تا فرودگاه دیگه هم زدن. تو منطقه هم شنیدیم خبرش رو. شرفا. تکلیف چیه؟ کشوری قراره بره ایران. شمشادیان هم میره سومار، ما هم میریم پایگاه نوزر. بدیم فقط وانس. اکبر. موشک اندازه تابمون با الکات میکنه. خب. بیشتر پرنده هامون هم که تو پایگاه نانتابن. چیکار کنیم؟ چجوری میخواد جلوی این همه تانک و راکت بگیریم؟ میشه آقا. الان یکیش درست شده. موشکش میشه تا هدف هدایت کرد. یکی کمه ولی چاره دیگه ای نداریم. از قرقام دستور دادن گردانای تک و هجوم ماشینشون رو روان کنن. الان ما چیکار کنیم؟ تا صبح وای میستیم پرنده رو حال میکنیم. طلوع خورشید که شد میپریم. پیشگاه. بله. بچه‌ها رو بیار اتاق برید. باش. بچه‌ها شما برید پادگان ابوذر، من سر میرم قصد شیرین ببینم چه خبره. مفهوم؟ اکبر از تو وادی دراز برو، یه وقت خطر نکنی بخوای دور و بر جاده پرواز کنی. حواسم هست تا پرنده‌هاتون لود کنیم برگشتم. برگردیم ابوذر، از فرمان پادگان پرواز بگیریم. ای بابا مادر من نوکرتم 100 بار گفتم من این در رو نمیتونم باز کنم. من اینجا مامورم و معذور. خب یا آقا رو بان که چینه بده. آقا رو نگاه. ما رو اومده دم ساحل. پولا بدم؟ فرمانده ای تو چیکاره ای؟ قسمت! از نو. آره فرمانده. چه خبر اینجا؟ چرا خلوته؟ آقا جناب سرین با بیشتر نیرو تجهیزات نظامی رفتن اردوگاه اضطراری برای مردم بزنن. مردم چرا پشت دارن؟ آقای بنده خدا زن بچه های اشاعری هن. هی قسم میدم میگم ما رو راه بده تو، آخه اینجا عمله ولی نمیشه دیگه. چرا راهشون نمیدی تو؟ آقا جناب سرین رفته اردوگاه اضطراری، نمیشه، برای ما مسئولیت داره والا. باز که خودم بهش میگم باز کن. نه آقا بازداشته رو میکنم، برای ما مسئولیت داره خدا شاید. کنار. آقا جناب نزدشو اینا کاره نیست، از سرواز از در واکنم بازداشت رو میکنن. تو رو چرا بازداشت نمیکنن؟ ما آشپزیم، مال یگان نیست. اینجا چیکار میکنیم؟ ها؟ بدو کی داره در با میکنه؟ شما. کی؟ شما. بلند. شما. از مسئولیتش به منه، به کسی ربطی نداره. برو عقب. باز کن نره.
سلام. بفرمایید داخل، اینجا خونه خودتونه. حیواناتون هم از در پشتی ببرین راحت تره. بفرمایید. قدمتون رو سر ما. هر کاری هم بود به سربازا بگید. بفرمایید. مناله حسن و در پشتی باین نو. بشین. باین اردوگاه استوایی کجاست؟ آخه چند کیلو قبل سرپل زمان. سالمه؟ جان. آره آقا به ساعت کار میکنه. سویچ. آقا مسئولیت داره بخور. آقا بفرم. حواستون محرم باشه. هرچه بله قربان. شما اینجا هستین؟ بله قربان. ماشینو بذار بغل. حواست باشه بهش ممنون. بله قربان. یا خدا، انگار صحرای کربلاست. اونم جناب سروانه یا بابا باز خوبه یه بیمارستان صحرایی زدن اینجا. جناب سروان بابا اینا رو بردیمشا. چیکاری بلا؟ این مالده؟ یا یه چند نفر دیگه کمک کنید دختیار هم باشه پیاده کنید. سلام خوبه چطوری؟ بله یه مورد جواب. تو مگه قرار نشد بری و نیروهای فدایی امام جمع کنی بیاری؟ خب برو دیگه قربانه. حواست باشه همه پایان خدمت داشته باشن. اکبر رنگ دبابی بردا بیار اینجا. رو چشم. سلام بهتری؟ ببخشید دست و بالم خونیه. چطوری؟ کی رسیدی؟ چرا پیش نشستیم تو حوزه؟ چه خبر اینجا؟ شنیدی؟ چیو؟ تخلیه پادگان دیگه؟ نه تخلیه واسه چی؟ جلسه شورای عالی دفاع به لشکر 80 که ابلاغ کردن ابوذر رو تخلیه کنین همه برگردین کرمانشاه. یعنی چی؟ تاکتیک ضد استقرار. یعنی اینکه زمین بدیم مثلا زمان بخریم. کی گفتم شفیو؟ رئیس جمهور. رئیس شده مگه نمی‌بینی اینجا چه خبره؟ فرمانده پادگانمان چند بار با قرارگاه غرب ارتباط گرفته تا راضیشان کنه فعلا برنگردیم. قبول نمی‌کنن، همه تحت فشارن. اگه تو کرمانشاه نتونستیم جلوشون رو بگیریم چه برمیگردیم همدان ها؟ اگه همدان هم نتونیم برمیگردیم تهران. خوبه؟ عقل اینا حساب کرده گفته 3 روز کل ایرانو میگیرم صدام به کس و کارش خندیده، ما بردیم. دیدی اینو؟ اعلامیه داده خالی کنید، هر کی جلوم واسه میکشمش. بعد ایشون دستور عقب نشینی به ما میده. توپخانه‌شان یه سره داره روستاها رو میزنه. قصد سقوط کرده، نیروهاشون هم دارن میان سمت بلندی‌های وازیده راست. من کسی نیست جلوشونو بگیره. توپخانه پاداق داره روشون گلوله میباره، ولی انقدر زیادن که زمینگیر نمیشن. برو اونا یه مقدار ببر اونورتر. ببر اونورتر مردم راحت باشن. زمین اون چی؟
تا چش کار میکنه تانک و نفر بر اومده دارن قتل عام میکنن. نیرو خیلی کم داری. تو اینجا چیکار میکنی حسین؟ جناب سرنگ به من گفتش که بیام اینجا حضوری گزارش وضعیت بدم. نگو اونم بنده خدا نمیخواد پشت بیزی ماجرا رو بگیره که وقت تو خط همه به هم نریزن. الان وقت این حرفا نیست. واسه چی نیرو کمکی بهمون اضافه نمیکنن؟ تا نیروهای دیگه برسن کرمانشاه زمان میبره. فعلا من حسین همدانی و بچه‌هاش و یه سری اشاعر همه منطقه رو فرستادم سرپل. یه انبار نوشابه رو مقر خودشان کردن. من موندم کسی که این دستور رو داده یا واقعا نمیدونه عراق اومده اینجا داره چیکار میکنه یا واقعا آدم آخه چی باید بگم بهش؟ نماینده‌ش هم هفته پیش فرستاده بود اینجا بازدید میدانی کرد. گزارشش هم فرستاده. الان وقت گزارش خوندن نیست برادر من. باید پشت بیای ببینی چه بلایی داره. من تو که همش تو پروگرامری می‌فهمید او که تهران پشت میزه. اونا رو ولش کن اکبر. تو اگه میتونی برو رضایت جناب سرنگو بگی که واسه همین اومدم. کجاست؟ رفت تو چادر راست برو. اکبر شما میتونید جلوشو بگیری. سرکار استوار. بله بابا. پشت‌ها رو ببر اون ور شناسایی کنی. آقا بین آورده بش. حواست باشه همه رو باز با فامیل لیست کنی ها. آره بابا. زبونم مو در آورد. الان 2 روزه دارم با اینا کل میکنم. میگم اینجوری نمیشه برگشت. حرف حسابشون چیه؟ حرف حسابشون چیه؟ چه میدونم. میگم فرمانده کل قوا آقای بنی صدر دستور ضد استقرار این پادگانو داده جمع کنید برید. به همین سادگی. به همین سادگی آره. سنبه‌شون هم خیلی پرزوره. خب چیکار می‌خوای بکنی شما؟ چیکار میتونم بکنم شیرودی؟ من تنها کاری از دستم برمی اومد این که بگم تو پادگان هر چی هست بردارم بیارن اینجا برای این مردم و زخمیان یه اردوگاه اضطراری را بندازم. همین. خانم دکتر. بله جناب سرهنگ. من 2 شب نخوابیدم. یه داروی چیزی به من بده تا جمع جور کردن این وضعیت بیدار بمونم. آسنجو داروی ضد خواب نداریم جناب سرهنگ. یه تقویتی میزنم سرپاشه. آسنتونی بزنی بالا مشفق بیا اینجا یه تقویتی بده. اینجوری که مردم دارن عقب نشینی میکنن حتما اون جلو جهنمه. جناب سرنگ برو قرآن هرچی نیرو داری بیار برای کمک مردم. بده به من بده. سروان حفاظت از نوار مرزی این منطقه به عهده نیروهای منه، ولی متاسفانه به دلیل استعداد و ظرفیت بالای لشکر دشمن بیشتر نیروهام یا کشته شدن یا زخمی شدن. یعنی چی؟ یعنی الان هیچ کسو نداری؟ هیچ کسو ندارم. مگه میشه؟ ماش کنید. فقط یه گروهان احتیاط مونده که اونم گذاشتن تو پادگان برای حفاظت از پادگان. سرم هم نداریم جناب سرهنگ. میگم براتون میگم. محکم بگیرینش. سروان ندمیانم گفته با نیروهای تازه داره میره سمت بچهای همدانی. اونا هم میتونن زمینگیرشون کنن. چی میگی سروان؟ 100 نفر آدم میتونن جلوی 2 تا لشکر زرهی و یه لشکر پیاده عراقی‌ها رو بگیرن. نمیشه. مشفق این بربر چادر رو بنداز بستر جراحی به سام خاطر سینم بیا. دکتر میخوان چیکارش کنم؟ جراحی چی؟ چاره‌ای نداریم مجبوریم که پاشو قطع بکنیم. کارش نمیشه کرد. قطع بکنیم؟ خب چطور داری میکنی؟ میگم میخواد پاشو قطع بکنه. پاشو قطع نکنیم خوریزی زیاد میمیره. من خودم میبرمش تو مشاولم. بمیره بهتره پشت قطع کنم. بذار دکتر کارشو بکنه. بیا برو. او دنیا جا بابانه نشون من چی بدم خودم. اومدیم و هلیکوپترتون بلند شد رفت یه جای دیگه خورد زمین. کی باید جواب پس بده؟ مسئولیتش با منه. 2 روز دیگه آوا از آسیا میفته. من حوصله‌شو ندارم به زمین آسیا. اینجوری بخوایم فکر کنیم که هیچ وقت نباید اون پرنده رو از رو زمین بلند کنیم. کجا؟ پس برای چی گرفتیمش؟ ما اینجا چیکار می‌کنیم؟ الان استفاده نکنیم کی می‌خوای استفاده کنی؟ من آقا گفتم تا اینا رو خالی نکردی نرو جلو. آهرام اینجا نشین. پاشین بریم تو چادر. قبل از اینکه عراقی‌ها از قصر شیرین و مهران و خرمشهر وارد خاک این مملکت بشن، من گزارش تحرکات نیروهاشون رو توی این محور به فرمانده قرارگاه غرب دادم. خب چی شد بعدش؟ برای چی بهتون نیرو اضافه نکردن؟ برای چی بهتون زرهی اضافه نکردن؟ چه می‌دونم گفتن فرمانده کل قوا میگه این قضیه باید از طریق گفتگو حل بشه. گفتگو با کی؟ سازمان ملل. گفتگو خوبه. گفتگو مال انسانه. مال کسی که کاری نکرده نشسته جلوت میخواد باهات حرف بزنه، نه کسی که وارد خاکت شده داره خاکتو میگیره به زن بچه‌ی مردم رحم نمیکنه میکشدشون. کجاش انسانیه؟ بفرما. ببین نظامی و غیر نظامی نداریم ها. به همه زخمی‌ها رسیدگی کن. همه چیه کشاورز. زمینش. حاضر جونش هم بده ولی اجازه نده کسی پاشو بذاره تو زمینش. اگه برای رئیس جمهور این مملکت
خاکش ارزش نداره، برای من بچه کشاورز کل این خاک حرمت داره. هر کاری میکنم، با هر کی لازم باشه ارتباط میگیرم، ولی بر نمیگردم عقب. قول میدم. اگه ارتش دچار بی‌نظمی بشه ممکنه جون خیلی از مردم این مملکت به خطر بیفته. الان چیکار کنم؟ شما برگرد برو پادگان، هر دستوری که برات اومد اطاعت کن. همین. اشتباس. چی شده؟ برای چی داری گریه میکنی تو؟ قربان برادرم. خدا رحمتش کنه. بردار ببر تو چادر شهدا. باشو. بابا شما که برای این نمیتونین کاری کنین، برش دارین ببرینش پیش خانم دکتر. بدو. دعوای بین ایران و عراق مال دیروز و امروز که نیست که. از بهمن 57 19 ماه ما همش مداوم با اینا در. بله 600 بارم تو مرز خرابکاری کردن، ما چشم‌پوشی کردیم. الان اومدن تو خاکمون، ما چیکار داریم میکنیم؟ دستور عقب نشینی دادن، واسه چی باید گوش کنم؟ بابا این دستور رو که من ندادم شیرودی. این دستور فرمانده کل قواست. ارتشم تفسیر دستور ندارد. اینو برو به رئیس جمهور بگو. رئیس جمهور من کسیه که برای وجب به وجب خاک این مملکت دلش بسوزه، برای آرامش دونه دونه مردمش حاضر باشه جونشو بده. ولی هست؟ نه. اگه پیداش کردی سلام منمش برسون. رئیس جمهور منم همونیه که تو میگی. حرف خودشو میزنه، میگه عقب نشینی. برو جلو. مگه میشه آخه خودتو تهدید کنن، ارتشتو تهدید کنن، مردمتو تهدید کنن، بگی عقب نشینی؟ امداد کرد. من خبر ارتشی میشه. قربان مادر دخترم. مثلا که ریختن تو روستاشون، همشون رو کشتن. اینا تونستن شبونه با از فرار کنن. چرا یه آرام بخش چیزی بهشون نمیزنی ساکتشون کنی؟ من از نظامیا میترسن. مثل اینکه نامردم دختر بچه. چی؟ خیلی خوب. هیچکی جلو نمیاد. هیچ کس جلو نمیاد. هیچکی باهات کار نداره عزیزم. آروم باش. هیچ مردی اینجا نباشه. بری عقب. آروم باش دخترم. نگاه کن. اینا همه مثل خودتن. همشون زنن. هیچ کس اذیتت نمیکنه. همشون مثل مادرتن. تو هم مثل دختر خودم. بمیرم برای گریات. چی شده؟ چی میگه؟ چی؟ گوشی درینه. گوشوارگی بردینه. چی شده؟ یه دقیقه صبر کن ببینم. آروم باش خانم، یه دقیقه صبر کن ببینم. چی شده؟ نفس ضعیفه. دختر جون. آروم. دختر صدا منو میشنوی؟ آروم. شما به هوش بیاد. خیلی خوب بچه‌م تو خدا آروم. شما چه اینجا وایسادی؟ برو بیرون. سمیه چشاتو وا کن. آروم. ای خانم دکتر سونیام کلورای دو برده بیار اینجا ببینم. چی شده دیاسی؟ هرپیدک حسابش پاره شده. بذارش رو هم. امیری مشکلی دوباره به بردن بکشیم. مرد توی چادر نباشه، همه برم بیرون. بیارید ببینم. آره. خدا رو شکر چه زرایی دیگه. بیایید ببینم. امیری. نفس میشه. کنار بیا اینا.
سونا. میرم اونجا وضعیت بحرانی اینجا رو براشون تشریح میکنم. قول میدم همه تلاشمو بکنم که اون دوتا نماینده رئیس جمهور رو قانع کنم با آقای بنی صدر حرف بزنن. شاید اینجوری بتونم این حکم و این دستور رو تغییرش بدم. اگه زورتون نرسید چی؟ یعنی چی اگه زورتون نرسید؟ اون نقشه رو پارش نکنی. یعنی اگه نتونستید جلوشون رو بگیرید چی؟ زورم به اونا نمیرسه، به خودم که میرسه. به شرفم قسم. میرم مرخصی میگیرم، لباس شخصی میپوشم، میام کنار شما تو روی دشمن وای میستم. خوبه؟ من الان با این دستور چی کار باید بکنم سرنگ؟ دستور رو باید اجرا کرد. شما باید برید مهمات رو امضا کنید. ولی تحلیل این دستور با منه. یعنی چی؟ همه مهماتی که مربوط به هلیکوپتراست و من میذارم توی زاغه بمونه. خب؟ باقیشو برمیدارم با خودم میبرم. تو هم اختیار کامل داری که دونه دونه اون مهماتو بریزی رو سر نیروهای دشمن. آها. اینجوری هم دستور اجرا کردیم، هم مهمات امضا شده، ولی به روش خودمون. هنوز صدا جیغاش تو گوشمه. نگاش کن. همش قیافه دختر خودم میاد جلوش. چیه؟ پیشکا نشستی؟ ناصر چرا سرخ شدی؟ سعدالله چیه؟ چرا گریه میکنی؟ سفر کجا میری سفر؟ حالت بده؟ همین حال بده تو بکن تو توپ و راکت بریز تو سر اون کسی که این بلا رو سر مردم آورد. الان استفاده نکنی از چیزی که بلدی کی میخوای استفاده کنی؟ الان نه کی؟ آقا ما نه با تانک جنگیدیم تا حالا، نه نفربر جنگیدیم. همش الکی بوده، مانو بوده، شوخی بوده. اصلا موقعیت جنگی مگه دیدیم؟ بعد تو خودمون میگیم هوانیروز چش ارتشه. تو که داری چشو میبندی میری. چه فایده؟ آقا نگاه کن. من و شما میفهمیم سلسله مراتب یعنی چی. به والله میفهمیم. ولی تاریخ چی میگه؟ تاریخ نمیگه اینا سلسله مراتب رعایت نکردن، میگه غیرت داشتن. به خدا برگردین ببینین داغ اینک چجوری میشینه رو پیشونیتون. بعد همین مردم همینا قضاوتت میکنن. ببین چی میگن راجبه. بعد وایسیم بجنگیم. اینو احمد آقا از طرف امام بهم یادگاری داد. گفتم بهشون بگین شیرودی از این استفاده نمیکنه مگه به خاطر مردم. منم پای حرفم وایسادم واسه خاطر مردمه که اینجا. حرفی نه، عملی. وگرنه من یکی از جنگ متنفرم از اینکه بشینم تو پرندم یا اسلحه بگیرم دست بخوام کسی رو بکشم. کدوم آدم سالمی از جنگ خوشش میاد؟ به جان بچه‌هام قسم که دلم براشون یه ذره شد. دوست دارم دستشون رو بگیرم برم شمال، سر زمین کشاورزی میکنم. ولی الان نه، نمیشه.
چجوری وایستم نگاه کنم؟ خاکمو میگیرن، زن و بچه مردمو دارن میکشن، به ناموسمون دارن تجاوز میکنن. نمیتونم. الان با وایسی دفاع کنیم. میخوای بری؟ برو خودت و وجدانت. ولی اگه وایستادی تا پای جونت، قطره آخر خونت، واسه خودت، خونوادت، خاکت، مردمت وایستا، حق این مردمو بگی حق این مردمو. حقشونی نیست. چه بکنیم؟ ما پیشگاه؟ آماده حرکت باشین. گور پدر اضافه خدمت. کجا؟ خیلی تو اتاق جنگشون فکر کردن، چون بهترین منطقه رو انتخاب کردن برای ورود به غرب کشور. هدفشون هم گرفتن ارتفاعات قرابیز و بازی درازه. اگه این دوتا ارتفاع رو بگیرن مشرف میشن به کل غرب کشور. صبح حرکت کردن از قصر شیرین، الان اینجا اراضی اینجا به شکلیه که مجبورن زرهشون رو به صورت ستون حرکت بدن که بتونن رد بشن. همینجا بهترین جاییه که ما میتونیم جلوشون رو بگیریم. اگر از اینجا رد بشن برسن به دشت ذهاب پخش میشن، جلوشون رو نمیتونیم بگیریم، سخت میشه کارمون. اینو ولش کن. همینجا بالا سرشونیم جلوشون رو میگیریم ها. ان شاء الله. صورت اول من و ناصر و حمید رضا سیروس تمومه لطف.
دیگه بابا برکت بابا چیزی نیستش نه ترسه که دیگه بابا گریه نکن بابا قربونت برم بابا مسعود جان این که سوارشی میاد که آهنه مهم اینه که تو چجوری ازش کار بگیری میدونم بچه ها صدامو دارین؟ دارم صدا یه خورده جلوتر ارتفاعات بازی دراز تموم میشه شناسایی درست حسابی هم انجام ندادیم خیلی باید حواسمون جمع باشه یه جورایی باید به کاب و بکش را بندازیم مفهومه؟ مفهومه شما پشت آخرین ارتفاعی که مشرف به تپه ماهوره جا وایسین هاور کنین من اول باید برم شناسایی مفهوم؟ بدون پوشش ریسکش بالاست ها همه با هم بریم ریسکش بالاتره بله مفهومه دکتر جان چطور واسه تا کبرا جلو اینا رو بگیریم؟ چون مشرفیم میشه همینجا زمینگیرشون میکنیم برمیگردیم بچه ها صدامو داریم؟ اکبر جان به گوشم منم دارم صدا تو همونطور که گفتم ستونی دارن رو جاده میان سریع خودتون رو برسونیم ما وقت نداریم بله مفهومه حمیدرضا ناصر جلوتر یه تپه بلندیه پشت همون کمین میکنه اکبر فاصله شو تا اونجا چقدره؟ 4 کیلومتر میشه شما پشت تپه بمونید من میرم حواسشون رو پرت میکنم میام مفهوم؟ مفهومه ولی خطر داره اکبر چاره دیگه ای نداریم فقط هر وقت بهتون گفتم آمد شید تای ستونو بزنه راکت اولیشونو مفهومه سر ستونو ببندیم زمینگیر میشن اینجوری راحت‌تر میتونیم خدمتشون برسیم مفهوم؟ بله مفهومه بچه‌ها چند تا ظرفیتشون چطوره؟ چند تا نیستن آقا جان زیادن زیاد پشت همین بلندی وایسید فقط حواستون باشه موقع شکار بالا پایین شید یه جا با این هستید جاتون رو عوض کنید اینجوری گمراه میشن فکر میکنن تعدادمون زیاده آماده این؟ بله مفهومه مسعود آقا چیه؟ بریم آقا مسعود بریم آقا بریم ماشاءالله
وایسی تا موشکت بخوره به هدف. نشمت ساعت 10. رحمان همینجا خوبه وایسا. از سورت بعدی آتوزی رو میکنیم. بنزین آورد حسابی ها همه چی میده رو هوا. نباید زمان از دست بدیم، همینجوری دارم میان جلو. خیلی خطریه تو نمیری. خطرناک اونایی که بزنه بچه مردم دارن نزدیک میشن. هیچی از اون الان خطرناکتر نیست. بابا پروتکل میگه وقتی پروتکل مال مانوره. الان وسط جنگیم. ایمنیشو انجام بده، انجامش بده. حله. از سورت بعدی هارد ریفیولینگ میکنیم. از سورت بعد هارد ریفیولینگ. چجوری بهش بگه؟ بگو احمد تو باش. بیا تو برو بسید. وقتی بود آخه الان چی؟ سفر اول تو بگیه. من بگم؟ آره. شاید چیزی نباشه شاید که چیزی اکبر. ها سفر. خواهد بیست. پاک شد؟ اکبر باید بری کرمانشاه خانه. اونو باید چی؟ از بیسیم IBCS الان خبر دادم یه هواپیمای میگه عراقی رو بچه های پدافند خودمون زدن. خب اینجا خوبه؟ چی اینجا میگی؟ ها؟ آمد چی شده؟ بگم اکبر آقایین هواپیمایی که زدن افتاده تو شرک خونه سازمانی ها. این سازمانی خودمون؟ بله خورده به خونه شد.
کجا برم؟ کرمانشاه. چیه؟ بیا برو. بیا. خواهر خانمشه. الو سلام مرزی خانم، خوبی؟ از شهناز خبر نداری؟ بله اکبرم. شهناز خبر نداری؟ دروغ میگی. بده گوشی بهش. گوشی بده بهش. شهناز کجایی؟ خوبی؟ بچه ها کجان؟ ابوذر، مامان، بابا. الکی میگی. الکی نگو. بده گوشی بهشون. نمیخواد باشون حرف بزن. حرف بزن صداشون بشنم. بابا خوبم، الان خوبم. شکر. منم. معلومه که مهمی. اینجا برای چی الان؟ شهناز ببین یه ذره کارم اینجا طول میکشه. یا چی میگه اینا؟ بازی محلیه. ما به عمه میگیم میمک، داره میگه عمه مروارید دوتا پسر بیاری. پسر چیه؟ وایسا ببینم آقا. دختر پسر نگین دیگه. میگین دختر. من خودم یه دختر دارم. عکسشو بهتون نشون بدم. اسم دخترم چیست؟ اسمش هانیه. اسم خودت چیه؟ نازنین. چند ساله؟ همه کوچکتر. یه سالم کمترشه. عکسشو نیاوردم که. فردا بیارم ببینی؟ آه باشه. پس دیگه میگین چی دوئل؟ بیشن جفته بیاد باری. بگین بگیرین ازشون. دست شما درد نکنه. دست شما درد نکنه. خسته نباشید. دست شما درد نکنه. دستتون درد خدا قوتتون بده. مادر فردا میگم یه ماشین بیاد، هم وسایلاتونو ببره هم خودتونو کرمانشاه. ما هیچ جا نمیریم. تو سرامون همه رفتن سر پل زاها. قدمتون رو سر ما، برای چی نمیریم؟ یه چند تای اسلحه داریم. همه بلدن تیراندازی بکنن. اگه اجازه بدی روزا ما تو پادگان نگهبانی بدیم. چشم. میگم بهتون بازم اسلحه بدیم. فقط اجازه ندید کسی بیاد داخل باشه. بالای چشمه. قدمتون چشمه. با سر تا پای مردم رو طلا گرفت خدا وکیل. همیشه اولین نفر همه جا هستن. سیل میشه اولین نفر، زلزله میشه اولین نفر. الانم جنگ شده ببینم. کنم زدن ایستگاه برقو. چیزی نیست آخه، من خوبم. راست میگی، زخم سطحیه، چیزیش نیست. آره. اون فردا استراحت کن. تو میگی باش. چی میخوای حمیدرضا؟ این عکس هانوی گم شده، کجا افتاده؟ آره. این وسایل تخریب نیست. چیکار میکنی 3 ساعت وصیت‌نامه می‌نویسی؟ وصیت‌نامه چیه بابا؟ دارم آمار تانک‌ها نفر برای که زدیمو در میارم. چند تا شدن؟ بالای 70. 75 تا. خودی شورتکن انداز. میگم این آخری آرش ستونیشونو به هم زده بودن و گفتم که از دشت میان پخش میشن. دشت کارمون خیلی سخت میشه. چیکار میکنی؟ زمین راحت تر. تخت چی بابا؟ من تخت نمیخوام. نه بابا خوبه الان بس. چی میگی؟ آقا به نظرت حکممون چیه؟ دل مسخره دادگاه نظامی داره میگه. خب پس خش خوشمزه نشه دقیقه. من فکر میکنم چند سالی برامون ببرن. حبس که خوبه، خیالی نیست. از ارتش نندازنمون بیرون. آدم کشتیم مگه؟
تمرد آدا داشت. تمرد حکمش از قتل هم سنگین‌تره. از کجا میدونی؟ من میدونم میگه. آقا تو از کجا میدونی آخه؟ خارزاده همسایه داشتم اینا وکیل ایشون فرمودن. ما یه فامیل داریم پلیسه. دکتره. زهر مار شماها غذا مزا نخوردین؟ تقصیر شماها نیست. گشنگی زده به کلتون خود شدین قاطی کردین. من حسابی چی نخوردم. من که یکی خوردم بچه‌ها بسم دیگه سیرم بیاین بر. یا تا bilmirəm bu fikri başımdan ata آشپزخونه‌تون کجاست؟ این پشت آقا. چیزی داریم برای خوردن؟ نه آقا همه چی رو برده اردو با اضطراری. شام چی خوردیم؟ نوخوش. نهار چی؟ بازم نوخوش. نوخوش از کجا بردی؟ تو چهار دیواری پادگان پره. کی داشت میخون؟ او کی؟ شام نمیدونم. شما تو ما هم بیم. بفرم. هر کی داشت میخون دیگه غمگین نکنه. کجاست چهار دیواری؟ آقا این طرفه بفرمایید. آقا اینا همه این دونه خوشگاهی که گفته همینجاست. چیه؟ بزن دیگه بکنی با بابا هیچ زیاد دارم روشن تو من بهتر که مجردیم عشقی نداره. من شنیدم هر سربازی که زن میگیره تو یقلویش، تو کوله پشتیش، زیر کلاش، تو جیباش عشقش با خودش میاد بسید میدون جنگ. تو میدونی آمار کشته جنگ همش دروغه. چون هر تیری که زده میشه دو نفر میمیرن. اولی سربازه، دومی عشقش که همون زنش باشه. سوال سیف الله اینو برای من یادگاری بنویس. می‌نویسم اتفاقا این یه پای بالای یادگاری و من نوشته. منم راتی می‌نویسم. شبیت کرد. با من 100 بار به این محمودمون گفتم این فورواردا حقتو خوردن. چیه چسبیدی به دفاع؟ برو جلو تا تو گل بزن معروف بشی دیگه. همینه دیگه. فوتبال هم مثل زندگیه که دفاع میکنه نبازه، اون که حمله میکنه ببره. داشت دفاع میکنه ملوان نبازه، هم تیمیش حمله میکنه ملوان ببره. والا آقا این گل غفور جهانی یادتونه با استرالیا؟ عجب گلی زد. چه پاسی علی پروین داد. ما همون رفتیم جام جهانی. ما محمود ما مگه فوروارد بود الان تیم ملی بود. حالا چه فرقی میکنه؟ میدونی چه جگر آدمای توی دنیا دو هستن. یکی اونایی که واسه من کار میکنن، یکی اونایی که واسه من کار نمیکنن. حالا تو جزو کدوم دسته هستی؟ پس تو جزو اون دسته هستی که با من کار نمیکنی، پس باید پیشنهاد میکنم که نتونی رد کنی. تو مردی، شلوی کبابم نخوردی. کجا میری؟ داستانش کن. چیه؟ آش آب این چیه؟ آش آب. یالا سلام. سلام. این چیه؟ آقا این آش آقا اشایرا پختن برامون گفتن که بیاریم برای شما. آقا تازه لونم دارم میپزن برامون آقا. یه نوع خلبانه لسه مدام یکیان بشودی بشو قبل اشکالشون هم رسید. مصطفی هر چی ازشون میزنی تمامی ندارن. باهوشن.
تقسیم شدن تو 3-4 تا محور بکشن جلو. انگار بیشترشون دارن میرن سمت تنگه نه میرن سمت دشت. اینا قطعا دیشب نخوابیدن که انقدر پیشروی کردن. هرچی میتونید ارتفاع بگیرید میریم سمت تنگه. مفهوم؟ کجا خودمون رو قایم کنیم؟ میریم روبروشون انوایی میکنیم. مفهومه؟ خیلی سخته بابا، این همه پخش شدن تو دشت الان. بتونیم خوب هم دیگه رو پوشش بدیم نشد نداره. میشه بابا هر جا رو ببینی پر تانک و نفربره، نمیشه همه جهت‌ها رو کنترل کرد. چاره دیگه ای نداریم. میریم روبروشون، ارتفاع رو تا جایی که میتونیم نزدیک زمین میکنیم. یه چیزی پیدا میکنیم خودمون استتار کنیم. نگران نباشید. فقط الان خطرناک، احتمال داره از پشت بزننمون. باید از رو سرشون رد بشیم بریم اونور. ارتفاع رو میاریم بالای بالا. مفهومه؟ 1 2 3 حالا ارتفاعتون رو بیاریم پایین، از همینجا شلیک. بچه‌ها اینجا فاصله‌مون باشون امن گولای تاکشون بهمون نمیرسه. همین رضا منو تو چرخشی هم دیگه رو پوشش میدیم، شلیک میکنیم. ناصر تو هم ثابت واسه کارتو شروع کن. حالا دادن به تو خونشون. اینجا وایسیم خوردیم. بکشیم عقب. نه میریم جلو. میریم بالا سرشون اینجا تو خونشون بره فعال میشه. همین که تو میام ساعت اون داشته باش. اگه میتونی بزنی. برو چت میزنم. برو. بچه‌ها من از اونها تموم شده. برمیگردیم. همین رضا. اومدم. آسوبامون هم تموم شده. امیر آقا ترکوندی، کولاک کردی، ماشاءالله. همه رو درو کرد. خب میذاشی دوتاش هم ما بزنی. یه 10 تایی رو زد، نه ناصر؟ حیف که آذوقت تموم شد، ولی 10 تا که این حرفا رو نداره. جایزه داری؟ هانیه سهیلیان. این کجا بود؟ 5 ماهگی.
حمیدرضا سعدالله چی کار میکنی با خودت؟ او نکن تو رو خدا. تو باید به ما روحیه بدی ها. جواب خانواده‌شون چی بدیم؟ جواب خانواده‌شون چی بدیم؟ چجوری تو روشون نها کنیم؟ دیگه تقصیر توه. جنگ دیگه. همین دیروز پرنده‌شون اینجا بود. به همین راحتی الان دیگه نیست. بدون خداحافظی رفتیم ها؟ دلم برشون تنگ میشه. راحت نباش. برشون تنگ میشه. روز دیگه همون بریم پیششون. من که تو آثارش هستم. اصلا معلوم نیست کسی یادش میمونه اینا کی بودن، چیکار کردن. تکلیف خانواده‌شون چی میشه ها؟ تکلیف خانواده‌شون چی میشه؟ نه خیر، در نظر میخواد چیکار؟ به نظر من اون از یه تیمسارم بالاتره. وقتی که من میگم میخوام فرمانده باشن منظورم اینه که میخوام یکی مثل اون باشن. کیه؟ باز کنید درو. میدونی انبار شما سرپل زواب کجاست؟ بله آقا، وقتی که مرخصی تو شهری میگرفتیم با بچه ها میرفتیم اونجا نوشابه میخوریم. خدا حدثشون. آقا والا
آدرس پستی بلد نیستم. چی؟ ولی چشمی میتونم، یعنی بلد نیستم، چشمی بلدم میتونم ببرم. چی بریم؟ چشمی. ما جایی نمیخواستیم بریم. آقا دروغ میگه. ایشون با این دفعه که فرار کرده بار پنجم چپ پادگان داره در میره، خدا شاهده. این تو میگی من می‌خواستم فرار کنم، فرمود ناصرآباد همون روزی پادگان تخلیه کرده بودن رفته بودم. از کجا میرفتی الان؟ من اینجا بودم شناسای منطقه. چی؟ ما منظورمونی که ما بودیم یه چرخه بزنیم. یه چیزی گفتی الان؟ ببخش اومدن هواخوری. من بخیر رول نه. بفرما. دست دادم. آقا بفرما. شیرودی جان تو خودت بهتر از من میدونی اینا از اینجا رد بشن پنگه پاتاقو میگیرن. میدونی. سلام علیکم. بابا دست خوش. به من خبر دادن بزنه با شما داخل پادگان پناه دادی. بابا خیلی مرد. مرد تویی که با تفنگ شکاری جلو تانک وایسیم و وظیفه‌مون انجام در دو بالا. خدا نگهدار. برید اینجا ببینم. شما نمیخواید دیگه من برگردید پادگان، همینجا بمون نیرو کم. جناب الان کی شد؟ میخواید فرار کنی باز؟ برید. آقا باید بریم شناسایی. باید ببینم موقعیتشون چجوریه که بتونم نیروهامو خوب بچینم. دیگه نمیخوام هیچ خلبانی رو از دست بدم. چی؟ چه شده؟ از بچه‌ها. کی؟ داورزاده و سهیلیان. شبود تو اومد. تا جایی که بتونیم جلوشون مانع درست میکنیم نتونیم بیان تو شهر. ای به تایمی فرمانده هاشون با دراری نظام ستا لشکرشون به هم میریزن. کنون که این چشم را با گل نبینم چو خارام به که بر آتش میشینم. یه ساعتی باهاتون فاصله داریم. هر طوری که میتونیم مقاومت کن تا ما بهت برسیم. تا با همین کارو بکنیم. سروان بهت قول میدم ارتش هیچ وقت یادش نمیره که افرادی مثل تو رو داره. ممنون جلو سرم. فرمان پادگانتون بود؟ آره. کجاست؟ کرنه غربن. باید خودمون دست به کارشیم تا برسن. یا علی. یا سروان. حسین پرتگر رو باید بچن خواه بده من. سرکار برو جلو فرمانده دست اول باش. بدو بگیر حواست باش کنه.
فرمانده شدی؟ چی اینو کت وقا داره میگن تو فرمانده باش. چی میگی بابا؟ بابا فقط راست حرف زدم باز نشد کنم. برو بیام بیرون. بدو دیگه. سرباز بیا برو فرمانده دسته بعدی باش. بدو که سرباز چند تا رو چک داری میدی؟ یه دانه. 2 تا بده. کم میاد. نه خیر به همین الان فرمانده شده وقتی چی میگه 2 تا بده یعنی 2 تا بده. سره باش. بریم. شایرا بریم. بدو باش. برو باش. تو ماشین مهمات نه همونجا عملیات شروع میشه. فقط باید مثل دقیقی برگردیم. حواستان باشه تا به تانک نرسیدی از داخل جو بیرون نمیای نه. بله قربان. بریم. ارتفاعم تا 100 پایی بیار پایین.